من یه کامیونیتی پست گذاشتم و بهتون گفتم هر سوالی که داخل ذهنتون هست و میخوان از من بپرسین و داخل کامنتاش برام بنویسین و امروز قراره که بریم و به اون سوالات پاسخ بدیم. قبل از اینکه برم سراغ این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و به من انرژی بدین. بزنین بریم سراغ این ویدیو. خب اولین سوالی که معمولا از هر یوتیوبری پرسیده میشه این که خب چند سالشه، کجا زندگی میکنه و اسمش چیه. و خب اسم من رونیاه، 16 سالمه و مشهد زندگی میکنم. یکی سوال پرسیده که به نظرت کامیونیتی نیاز به دختر داره و اینکه مردم فکر میکنن نباید باشون ویدیو بگیری، یه چیز چرته. نظر خودتو درباره این موضوع بگو. من واقعا حق میدم، واقعا به نظر من یه چیز چرته و همه فکر میکنن که آره اگه مثلا این پسر مثلا داره با دختر ویدیو میگیره حوله، یا نمیدونم مثلا فقط واسه ویو و اینجور چیزا میخواد و کلا اینجور داستانا. واقعا من نمیدونم چی باید بگم راجع به این آدما که اینطور فکر میکنن. وگرنه آره کامیونیتی واقعا نیاز به دختر داره، چون دخترای داخل کامیونیتی خیلی خیلی کمن و باید خب یه کاری کنیم کامیونیتی رشد کنه و خب دخترای بیشتری هم وارد کامیونیتی بکنیم. بچه سوال بعدی که پرسیده گفته کی با آیم فاکسی وایتی ویدیو میگیری. خب بچه من گفتم وقتی که یک کی شدم، چون خیلی ها بهم گفتن که تازه کاری و خب خودت اسکلی که تازه کاری و با تازه کارا میری ویدیو میگیری. بعد آره کلا یعنی اینطوری بودش و منم گفتم اوکیه باشه، منم پس ویدیو نمیذارم با یوتیوبرای پایین تر از سطح خودم و گفتم که تا وقتی که یک کی نشم ویدیوی آپلود نمی کنم. خب یکی دیگه پرسیده که ادیتو از کجا یاد گرفتی؟ خب من ادیتو از توی یوتیوب یاد گرفتم که یه کانالی بود به اسم اسکیلوید که واقعا اصلا نگم براتون واقعا عالی بود. اسکیلوید کانالش واقعا عالیه و کلا 0 تا 100 ادیت رو میتونین از اونجا یاد بگیرین و به غیر از ادیت حتی چیزای دیگه هم آموزش میده بهتون و این خیلی واقعا خوبه که میتونین از اون کانال برین استفاده بکنین و چیزای خیلی خوب و مفیدی هم یاد بگیرین. خب یکی دیگه پرسیده که موها چه رنگیه و عینکی هستی؟ خب من مسلما موها مشکیه دیگه. آره موام مشکیه و عینکی هم. آره متاسفانه عینکی هم از وقتی که وارد دبیرستان شدم عینکی شدم وگرنه مثلا عینکی نبودم. خب یکی پرسیده که بدترین یوتیوبر بدوارز کیه؟ خب ببینین به نظر من هر کسی به نوبه خودش خوبه و به نظر من نمیشه گفت کسی رو بگیم بد یا مثلا کسی رو بگیم خوب. به نظر من هر کسی به نوبه خودش خوبه و نمیشه بقیه رو قضاوت کرد. پس من راجع به این موضوع نمیتونم هیچ نظری بدم. پس از این سوال عبور میکنیم چون به نظر من بدترین بدوارز پلیر وجود نداره. یکی دیگه سوال پرسیده که چی شد که یوتیوب رو شروع کردی؟ خب من کلا مثل بقیه، شاید بقیه اینطوری باشن نمیدونم، بیشتر آدما شاید اینطوری نباشن ولی من اینطوری هم که به خاطر پول نمیام مثلا توی یوتیوب و مثلا اینجور چیزا شرکت کنم، توی یوتیوب و اینجور چیزا بیام و آره که بیام مثلا ویدیو بزنم بگم آره من به خاطر پول فقط اومدم و فقط میخوام ویو بگیره ویدیوام و اینجور چیزا. نه، من به همه چی فکر میکنم، به ویورام فکر میکنم، به اینکه راضی باشن فکر میکنم، به همه چی کلا فکر میکنم، همه یه زوایا رو در نظر میگیرم و اینطوری نیستم که بگم آره من فقط ویو میخوام، من نمیدونم فقط میخوام پولدار بشم و اینطوری و یه درآمدی کسب کنم، ولی نه اصلا اینطوری نیستم.
و آره به خاطر فان من کلا اومدم یوتیوب و دوست دارم که بقیه رو خوشحال کنم، بخندونم یا هر چیز دیگه ای. بچه که دیگه سوال پرسیده به انتخاب خودت یه شخصی رو بگو. خب به انتخاب خودم بخوام بگم، یکی از دوستام امبوی که واقعا پسر گلیه و خیلی هم بازیش خوبه. حالا ما به خاطر بازیش اینطوری یعنی نگفتم به خاطر بازیش انتخابش نکردم، به خاطر اینکه کلا واقعا اخلاق خوبی داره. به نظر من پسر خیلی گلی هم هستش بچه، خیلی پسر گلیه و آره به نظر من میتونید سابسکرایبش کنین اگه پیداش کردین. میگم اسمش امبویه، میتونید برین سابسکرایبش کنین، بچه گلیه. سوال بعدی نوشته که کی با امبوی ویدیو میذاری. خب من خودم یعنی خودش در واقع گفته بودش که بیا یه کلاب بگیریم با هم و منم خب گفتم اوکیه و قبول کردم، چون من اون موقع مسافرت بودم و وقتی که به امبوی گفتم بیا ویدیو بگیریم، متاسفانه برای امبوی هم یه کاری پیش اومد و نمیتونست انگار بیاد و با هم ویدیو بگیره. منم گفتم اوکی هر زمان که وقت شد با هم ویدیو میگیریم، ولی هنوز ویدیوشو نگرفتیم با هم دیگه. خب سوال بعدی میگه که یک بیوگرافی از خودت بده. بیوگرافی خب والا من بخوام راجع به خودم حرف بزنم 100 سال طول میکشه. میگه بیوگرافی بده، از این سوالم رد میشیم. متاسفم، شرمندم، ولی این سوالو مجبورم اسکیپ بدم، چون من اگه بخوام راجع به بیوگرافی خودم صحبت بکنم 10 ساعت طول میکشه. پس آره میگذاریم از این سوالا. بچه سوال بعدی این که میگه اسم چنلت گذشته خاصی داره یا همینطوری اسم تو انتخاب کردی؟ خب من اونقدر اسمم گذشته خاصی هم نداره، ولی خب یه گذشته داره تقریبا. من قبل از اینکه با یوتیوب آشنا بشم، یعنی قبل از اینکه بخوام یوتیوبر بشم و آره اون موقع 13 سالم بود و تازه اصلا خودم با یوتیوب آشنا شده بودم. اصلا تا حالا یه بارم یوتیوب نرفته بودم و 13 سالم شد وارد یوتیوب شدم. بعد اون موقع که خب من اینطوریم که کلا قبل از اینکه هر کاری رو انجام بدم خیال پردازی میکنم راجع به اون موضوع و آره اینطوری بودم که خب اسم چنلمو چی بذارم و بهش فکر کردم و کلا 2 تا گزینه بیشتر نداشتم. یکی آلفا گرل بود که خودم ازش خوشم میومد و یکی دیگه هم که استار بود که اونم خودم خیلی دوست داشتم، که کلا این 2 تا اسمی بود که من خودم خیلی خوشم میومد ازشون. با خودم گفتم که خب من از این 2 تا خوشم میاد، پس از بقیه سوال بپرسم و از بقیه سوال پرسیدم و گفتن که خب ببین آلفا گرل که خاص شده و به درد نمیخوره، پس خب اسمتو استار بذار. گفتم خب اوکی مشکل ندارم و اینطوری شد که من تبدیل به استار شدم. خب بچه سوال بعدی این که گفتن چرا ویدیوهاتو اول پرایوت کردی، دوم این که چرا اصلا هدفت از یوتیوب چیه؟ خب من گفتم هدفم از یوتیوب برای کلا فان و اینجور چیزا و من اینطوری نیستم که دنبال پول باشم، دنبال پول و ویو و اینجور چیزا نیستم من. و چرا ویدیوهامو پرایوت کردم؟ چون ویدیوهام واقعا مزخرف بودن و هم حالا ادیتشون هم تامنیلشون کلا بد بود و اصلا خودم خوشم نمیومد. پس به خاطر همین ویدیوهامو کامل پرایوت کردم و یه جورایی آره شدم مثلا یه پلیر بهتر یا کلا هر چی، هم بازیم بهتر شد، هم تامنیلا بهتر شد، هم ادیتا یه خورده بهتر شد و دیگه دلیل خاصی نداره اونقدر که من ویدیوهامو پرایوت کردم. سوال بعدی چه نوشته بهترین یوتیوبر بدوارزی کیه؟ خب ببینین هر کسی به نوبه خودش واقعا میگم خوبه، بهترین هر کسی به نوبه خودش بهترین و خوبه واقعا میگم و اینطوری نیستش که من بخوام قضاوت کنم که آره این خوبه این بده اینطوریه. نه من اصلا کلا اینطوری نیستم، همچین آدمی نیستم.
و به نظر من میگم هر کی به نوبه خودش خوبه و عالیه و به منم ربطی نداره این موضوع واقعا. بذار اینا رو بزنم اصام ریخته بهم. اوکی چیت نه. و آخرین سوالم پرسیده که دوست داری مقام بهترین دختر بدوارز پلیر رو هنوز داشته باشی؟ من خودم راستش ادعایی ندارم راجع به این موضوع که بگم آره من مثلا بهترین دختر بدوارز پلیرم و مثلا اینطور چیزا. نه، من ادعای خاصی راجع به این موضوع ندارم و اصلا نمیگم بهترین بدوارز پلیرم. میگم هر کسی به نوبه خودش خوبه، منم احساس میکنم که پلیم خوبه، برای همین پس آره هر کسی به نوبه خودش خوبه، منم به نوبه خودم خوبم و آره نمیشه بین بقیه فرق گذاشت مثلا بگیم این بهترینه اون بدترینه. به نظر من که اینطوریه، حالا بازم قضاوت با شما. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین، امیدوارم که لذت برده باشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و به هم انرژی بدین. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا خدافظ.